خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. پس ابلیس هنوز زنده است، اما او فعلا کجاست؟ و چگونه به گمراه ساختن بشر می پردازد؟ So people have been talking about Iblis. Where is he? مردم در مورد ابلیس می پرسند که او و عرش او کجاست؟ در یک حدیث که در صحیح مسلم از جابر نقل شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که عرش شیطان یعنی ابلیس بر روی آب قرار دارد. عرش شیطان ابلیس یا شیطان بزرگ. عرش یعنی تخت او بر روی آب قرار دارد. کجا؟ کدام آب؟ کدام بحر؟ الله تعالی بهتر می داند، اما دلایل مشخصی وجود دارد که با ما می فهماند که عرش او کجا بوده می تواند. حدیث دیگر در صحیح مسلم نیز وجود دارد که می فرماید انه عند برزخ الماء. عند برزخ الماء. What's برزخ؟ برزخ چیست؟ برزخ مانند حائلی است که در میان آب شور و شیرین قرار دارد. بینهما برزخ لا یبغیان. حائل در میان آب شور و شیرین که مانع در هم آمیختن آن دو می شود. برزخ یک حائل یعنی مانع است. در این حدیث گفته شده که عرش شیطان بر روی برزخ قرار دارد که باز هم دلالت به مکان بر روی آب یعنی بحر می کند. اما می خواهم چیز را اینجا یادآوری کنم. آیا در مورد مثلث برمودا شنیده اید؟ در آنجا چه رخ می دهد؟ چیزی که هیچ کس نتوانسته تا به حال آن را بیان کند. آیا در مورد پرواز 19 چیزی شنیده اید؟ هواپیماها و کشتی هایی که در این مکان ناپدید شدند. پرواز استار تایگر 1948 آنها دستگاه ضبط صوت هواپیما را گرفتند و شنیدند که پیلوت میگوید چیزی را میبینم اما نمیدانم چیست و هیچ کس نمیدانست که چی جریان دارد. این نوار ضبط شده و شما میتوانید آن را در اینترنت پیدا کنید. آنها گفتند درست است، برایت کمک میفرستیم و پیلوت دوباره برگشت و گفت نه، من نمیتوانم هواپیما را کنترل کنم، نمیدانم که این چیست. و دوباره برگشت و گفت کسی را برای کمک نفرستید، کسی کمک کرده نمیتواند، کسی را نفرستید. و پس از دقایق ناپدید شد. تنها یک پرواز نه، بلکه کشتی های متعدد در منطقه مثلث برمودا ناپدید شدند. بنان بعضی ها میگویند که آیا عرش شیطان همانجاست؟ الله متعال بهتر میداند، اما امکان دارد. به اساس حدیثی که از جابر نقل شده، عرش ابلیس بر روی آب است و او ارتش خود را برای ایجاد نفاق میفرستد. نزدیکترین ها از حیث مقام نزد ابلیس کسانی هستند که در ایجاد فتنه و نفاق بهترند و نزدیکترین ارتش ابلیس جنیانند که مستقیما با او در تماسند، چون خود ابلیس نیز از جنیان است و آنها از ابلیس فرمان گرفته و گزارش فعالیت های خود را به او میدهند. و این جنیان همراه ارتش درجه دوم ابلیس یعنی شبکه ایلومیناتی در تماس هستند و ابلیس توسط این شبکه یعنی ایلومیناتی اهداف جهانی خود را عملی می سازد. ساختار شبکه ایلومیناتی: رتبه های خاص مربوط اعضای انجمن برادری سفید که دارای رتبه های مأسونی که 7 الی 13 هستند می باشد که در برگیرنده پادشاهان، فیلسوفان، کشیش‌ها، اعضای شورا و کمیته خاص می باشد.
طبقه دوم طبقه سلسله سران روحانی. این طبقه مربوط اعضای انجمن برادری سرخ که دارای رتبه‌های ماسونی که 4 الی 6 هستند می باشد که در برگیرنده انجمن زائرین، شاهزاده‌ها، گروه‌های میزگرد و غیره می باشد. طبقه هرج و مرج یا اغتشاشگر. این طبقه مربوط اعضای انجمن برادری سیاه که دارای رتبه‌های ماسونی که 1 الی 3 هستند می باشد که در برگیرنده انجمن رهبری جمجمه و استخوان‌ها، جادوگران، شوالیه‌های معابد می باشد. فکر می کنم کمی احساس الیس را داری که در حال لغزیدن در لانه خرگوش بود. می توان همین طور گفت. من آن را در چشمانت می بینم. تو فعلا مانند کسی هستی که چیزی را که می بیند باور می کند چون توقع دارد بیدار شود، اما چیزی که می بینی دور از حقیقت نیست. فکر می کنید چه کسی در عقب سیستم نظم نوین جهانی است؟ در نهایت چه کسی و یا چه چیزی در عقب این است و یا چه کسی در انتهای لانه خرگوش است؟ خب اینها کی نیستند، چون اینها فقط امروز روی صحنه هستند و فردا می روند. آنها افراد دست نشانده سیستمی است که دیروز، امروز، فردا و روز بعد جریان دارد. او نیست فرقی نمی کند که حتی قدرتمندترین مرد دنیا پنداشته شود. او یکی دیگر از دست نشانده های دستکشی خونین است و هر کس دیگری که در آینده این وظیفه را به دوش داشته باشد نیست. اینها رهبران و رئیس جمهورانی اند که امروز روی صحنه هستند و فردا با دیگران جایگزین خواهند شد. اما سیستم همواره جریان دارد، چون چیزی یا کسی در عقب آن است که آن را جهت‌دهی می کند. شرکت ها نیز در عقب سیستم نیستند. آنها فقط در سطح اجرایی سیستم هستند. آنها باعث به وجود آمدن این سیستم نشده و منشأ آن نیستند. حتی افراد میزهای گرد نیز در عقب سیستم نیستند. آنها نیز در سطح اجرایی قرار دارند. تا سایه ها بروید بیشتر به سمت منشأ آن نزدیک خواهید شد، اما هنوز هم به انتها نرسیده اید، بلکه در سطح اجرایی هستید. حتی در اعماق لانه خرگوش بروید و سپس به مردمی چون راتچایلد ها خواهید رسید. ما زندگی شما را کنترل می کنیم، اما شما ما را دیده نمی توانید. اما سطوحی در عقب آن نیز هست، جایی که مبدأ سیستم است. اما مبدأ آن کجاست؟ این حقیقت سیستم را که ما تجربه می کنیم توسط نیروی به وجود آمده که مردم های قدیم آن را به نام آرکان ها یاد می کردند. اما این نیرو یا موجودات در دوره های مختلف به نام های مختلف یاد می شدند و شما این را در سراسر دنیا می بینید. در امریکای شرقی و مرکزی و جاهای دیگر آنها را به نام خدایان نوع مار می نامند. زولوها آنان را چطوری یعنی فرزندان مار می نامند. در سومر، بابل یا عراق امروزی به نام انونکی یاد می شدند. هوپی ها یا مردم امریکای شمالی آنها را برادران مار می نامند. آنها مردم ستاره یاد می شدند. مثال های فراوان دارد. آنها در عیسویت به نام دیمون یا دیو یا افریت یاد می شوند. روحانی های غرب آنها را به نام آرکان می شناسند و در جهان اسلام و قبل از اسلام به نام جن یاد می شوند و اصلا از انرژی یعنی زبانه آتش ساخته شده اند. شیطان بزرگ و فریبنده و جن جنیان ابلیس نامیده می شود و روحانی های غرب آن را آرکان ها می نامند. بنابراین نیروی اصلی در عقب این سیستم ابلیس است و او ارتش خود را برای ایجاد نفاق می‌فرستد و نزدیکترین ها از حیث مقام به او کسانی اند که در ایجاد فتنه برترند. و زمانی که برای گزارش فعالیت‌های خود نزد ابلیس برمیگردند، یکی از آنها میگوید من چنین و چنان کردم. ابلیس میگوید تو هیچ کاری نکردی. ابلیس با دیگر شیاطین می نشیند و آنها گزارش فعالیت‌های خود را به او می‌دهند. یک شیطان یعنی جن می آید و می گوید این مرد را وادار به زنا نمودم. شیطان دیگر می آید و می گوید من این مرد را وادار به دزدی کردم. این شخص را وادار به این و آن کردم. من این زن را وادار به بی‌حجابی کردم. آنها به گزارش های خود ادامه می دهند. سپس یک شیطان می آید و می گوید This jinni will stand up and say Today I was able to separate a husband and a wife. این جن می ایستد و می گوید امروز من توانستم یک زن را از شوهرش جدا کنم. میدانید ابلیس چی میگوید؟ بله تو مرد من هستی، بیا.
و بر سرش تاج میگذارد. حدیث صحیح مسلم هست، راوی جابر رضی الله عنه. اندکی به این بیندیشید استعمال دخانیات حرام است، کشتن حرام است، زنا حرام است، هر گناهی که باشد حرام است. طلاق حرام نیست، طلاق حرام نیست. اما چرا شیطان از طلاق خوشحال می شود؟ چرا؟ دشمنتان چرا دوست دارد؟ تفرقه انداختن و حکومت کردن را. با طلاق می تواند که میان اولین واحد یک اجتماع تفرقه و جدایی ایجاد کند. چون جامعه از چه تشکیل شده است؟ از واحدها. خشت‌های یک دیوار را تصور کنید. فامیل اولین خشت در اجتماع هست، اولین واحد. بنان برایش آسان می شود که جامعه و اجتماع را از هم جدا سازد. او یعنی ابلیس پلان‌های طویل المدت دارد. او نمیتواند بر شما حکومت کند تا زمانی که متحد هستید. منتظر قسمت‌های بعدی باشید انشاءالله.